ناله و فریاد داخل شهر مکه شد. میگفت ای مردم قریش، برباد شدیم. مال و اموالتان که با ابو سفیان بود، محمد و یارانش با آنها حمله کردند. به داد ما برسید. ابو سفیان با پشتیبانی شما ضرر دارد. در همین لحظه ابو جهل صدای فریاد و ناله را شنید و عصبانی شد و گفت این کار محمد بر ما شرمساری است و منافع اقتصادی را در معرض خطر قرار می دهد. علاوه بر آن باعث کاهش جایگاه قریش در میان سایر عرب ها می شود. و با خودش می گفت با خدا قسم است امروز روز بربادی توست ای محمد. با خدا بر نمیگردیم تا سرت را از بدنت جدا نکنیم و با خود به مکه نیاوریم. بنابراین صدای طبله جنگ را در همه جا پخش کردند و یک لشکر از 1300 شخص آماده کردند و همهشان با ابزارهای جنگی آمادگی گرفتند و در حدود 600 سپر با خود برداشتند، یعنی آمادگی کامل جنگ را گرفتند تا سر محمد را با خود نگیرند به مکه بر نمیگردند. و اما هنگامی که ابو سفیان از سلامتی